متفکری دوره جدید فارس محمد حجازی فرموده است: آن که از ما بالاتر است ما را بدبخت می داند، آن که از ما پایانتر است ما را خوشبخت تصور می کند. اما هر دو هم در اشتباهند، زیرا ما گهی خوشبختیم و گهی بدبخت. بدبختی ما در آن است که به نقص زندگی خود توجهی بیشتر می دهیم. خوشبختی ما در آن لحظه های کوتاه سر می زند که به نعمت های زندگی خود نظر می اندازیم. بیشک برای مردم ما آسایشگاه زمرد که شاعران جنت روی زمینش خوانده اند نعمتی است گرانمایه و با درک دارایی چنین نعمت باید ما همگی خوشبخت باشیم. آسایشگاه زمرد را وسط نزدیک 40 سال آدمان زیادی بنیاد کردند، لیکن لایحه معماری آن از معین سازی جای بناهای با حشمت تا مکان روستن گلهای کوچک طی این سالها در سر تنها یک نفر تحریزی می شد که اسمش میرزا رحیمویچ عالموف است. امروز که شهرت و آوازه زمرد از مغرب تا به مشرق پهن شده و حتی بزرگان دور را با صفت نادر خود به حیرت می گذارد، خلاصه کردن ممکن است که پس میرزای عالم نیز بهر ما نعمتی بود از درگاه مهربان یکتا. باکی نیست که این را ما فقط امروز احساس می کنیم، چون که انسان خود طبیعتاً خوشی نعمت آفریدگار را در بال مرغ آرزوها در حال نیامده یا خود در زیر سوم اسب تأسف و ندامت اثنای باختن و از دست رفتنها خوبتر درک می کند. عالموف میرزا رحیمویچ 18 ایون سال 1935 در دهه شرق‌آباد ناحیه سوخ ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان در عائله دهقان تولد شده است. معلومات ابتدایی و میانه را در زادگاه گرفته و سالهای 1953 1959 در دانشکده طبی تاجیکستان تحصیل کرده است. پس از ختمی با موفقیت مکتب عالی او را برای کار با راهخط به شهر اصفهان سفربر می کنند. میرزا عالموف سالهای 1959 1960 چون دکتر در بیمارخانه مرکزی ناحیه، 1960 1963 به صفت مدیر درمانگاه شهر، 1964 1967 به حیث سردکتر بیمارخانه مرکزی ناحیه، 1967 1975 در وظیفه مدیر شعبه امراض داخلی بیمارخانه مرکزی ناحیه و دوام 21 سال من بعد از سال 1975 تا سال 1996 به صفت سردکتر آسایشگاه زمرد پرمحصول مهنت کرده است. میرزا عالموف در تبدیل استراحتگاه زمرد به آسایشگاه، بنیاد انشاءات‌های سرشمار آن، خاصه بناهای یکم و چهارم، چایخانه آوازه‌دار سینا، آثارخانه طب قدیم و قصر شفاکاران سهم بی‌واسطه دارد. خدمت‌های او از جانب مقامات‌های دولتی با اردن بیرق سرخ مهنت، عنوان دکتر خدمت نشان داده جمهوری تاجیکستان و مدال و افتخارنامه‌های زیاد قدرشناسی شده‌اند. بیش از 50 اثرهای علمی و عاموی و معتادی انتشار کرده است. عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بود. 10 فوریه سال 2001 از عالم درگذشته و موافق به وصیت خود او در پهلوی آسایشگاه زمرد دفن شده است. میرزا عالموف دوام فعالیت پزشکی خود در درمانگاه شهر و بیمارخانه مرکزی ناحیه به خلاصه آمد که طبابت مریضی ها تنها توسط داروواری ها در داخل حجره های تنگ و گاه ها تار بیمارخانه ها ثمره دلخواه به بار نمی آورد. زیرا خللدار شوی فعالیت همه عضوهای حیاتا مهم انسان محض از مؤثر شوی معینه سر از عامل‌های بیرونه منشأ می‌گیرد. او معتقد بود که راه خلاصی را از همه گونه بلا و قضا باید در آغوش طبیعت در همنوایی با قانونیت‌های آن جستجو کرد. از این خاطر ابتدای سالهای 70 قرن 20 میرزا عالموف با برابر معاینه و معالجه بیماران توسط در واسطه‌های اخبار عامه به تبع رسانیدن مقاله‌های علمی و برآمدها در منبر مشورت و جلسه‌های مختلف وابسته به تشکیل آسایشگاه در اصفهان به طور جدی مسئله گذاری می‌کرد. برای اثبات درستی اندیشه خود اساساً به عامل‌های طبیعی، آب و هوای تازه، باغات شهدریز، منظره‌های دلتسخیر کننده و موجودیت آب‌های معدنی شفابخش تکیه می‌نمود.
تصویر نمود و نفع آسایشگاه آینده در کلام جوانمرد سرغیرت و یکرو به سرور عاقل همان وقته شهر آرتقبای قربانوف معقول افتاد و خانه استراحتی زمرد را به اختیار میرزا سپارید تا در وظیفه سردختر آسایشگاه آرزویش را بنیاد کند. میرزا عالموف با برابری به کار شروع کردن در باب بنیاد خوابگاه‌های موافق، آشخانه و چایخانه و انشاءات‌های ورزشی و فرهنگی مسئله گذاری کرد. برای تجدید باغ موجوده و بنیاد رسته‌های گل‌های رنگارنگ اتراگین تدبیر اندیشی نمود. من از سالهای استودنتی وقتی که به تجربه آموزی به شهریسور آمده بودیم، از همان رو سر کرده میرزا رخیمش برای من همچون استاد همچون معلم رفتار میکردن. در سالهای استودنتی خوندنم هم از من خبرگیر بودن. بعد دیحت مینیستیتوت وقتی که من به اسفر آمدم اون کس توصیه دادن که همچون تراپیوت به بنیسی شروب رفته کار میکنی. در وقتی کار کردن در بیمارخانه مرکزی شهر شروب اولین درسی متدهای الکتروکاردیوگرافی رو استاد از شروب ما رو دعوت کرد. 2 ماه در خانه خود جای داد آموزاندن. بعد از آن سال 70 وقتی که به من تکلیف نامه آمد که به اسپیرانتور دعوت شدم، اول شده من از میرزا رخیمش پرسیدم که چیکار کنم. گفتن که تستر رفت. در وقتی تحصیل کدام وقتی که به دوشنبه نایان البته به نزد من آمده میپرسیدن که اولی کارت چخیل است، رفتارت چخیل است، چخیل اجرا شده ایستاده است. حتی بسیار آدمگری بلند داشتن. در روز حمایی من 3 روز رفته در دوشنبه نشسته در پهلویم ایستاده در دفاع رساله نامزدی اشتراک کرده بودم. وقتی که سال 75 من با سبب‌های علمی به شهر اسفر برگشتم، استاد گفتن که همراهی من کار میکنی. مدتی 15 روز همراه کار کردیم. وقتی که 1 دکبر سال 75 استاد رو همچون سردختری آسایشگاه زمرد توصیه نموده به کار تعیین کردند. از روز 15 اینجا موقتی کار کردگی. من طول 36 سال ما پهلو با پهلو استاد کار کردگی هستیم. بسیار آدمی پیش قدم بودن، طبیبی نوتکرار بودن، سختگیر بودن. بهترین چیزهای کدام پیش قدم ترین تشخیص باشد، کدام پیش قدم ترین نمودهای معالجه باشد حرکت میکردن که جوری نمایند. تشکیلاتچی خیلی هم بزرگ بودن. اون کس یگان روزی به یگان فکری نو کار کرده نمیتوانستن. هر روز به سرشان یک فکری نو می اومد، با مصلحت میکردن که چه کار کرده همین اجرا کنیم. وقتی که ما اومدیم در همین آسایشگاه خانه استراحتی زمرد 1 نفر استراحت کننده بود و 26 نفر کارمند بود. از سال 76 ماه ینور گفتن که همین کارگرای جمع میکنیم، قبول میکنیم، تو باید تاشکند بگرفته برای همین ها آموزند. ما 16 نفر به همین اینستیتوت فیزیوتراپی سیماشک شهر تاشکند، ساناتوری لوتن چارسکی باتانیکا برده همین همشیرهای خوردی شوقت، همشیرهای شوقت، ترسای اصولهای لای معالجه لای فیزیوتراپی همشه و نوای گرفتگی همشه آموزنده گرفته آمدیم. روز 9 مای سال 76 ما آسایشگاه رو به کار آماده ساختیم. بعدی گشوده شوی فخرش آسایشگاه به کار سر کرد. در اون وقت بسیار اذیت میکشید وایدی فروشی رو خط ها. 1 هفته و یا یگان طرف بروم، اگر هفته دیگر من میروم. همین طور کاری آسایشگاه رو سر کردیم. اول برای 260 جای. پس از اون کار ساختمانی بینای 1 سر شد. ساختمانی بینای 3 شرق شد. یا بسیار تشکیلاتچی خوب بودن که همین مردم جلب کرده میتوانستن که همین تشکیلات ها یاردم کند. من از زواد خیمیوی بینای 4 رو ساخته به موازینت آسایشگاه سپارید. شعبه استوماتولوژی رو تشکیل کردم.
تابستان سال 1978 جهت شناسایی با فعالیت کارمندان آسایشگاه بین کلخازی نفتشکل زمرد، کارمند مسئول وزارت خارجه قشلاق SSR آناتولی نیکولایویچ ماتویف به اسفره می آید. پس از بازدید و سیر آسایشگاه، مهمان مسکوگی از چایخانه زیبای آرام مرکز شهر نیز دیدن نموده. به سردار همان وقتی اداره خارجه قشلاق ناحیه روی آورده می گوید که اگر در یگان گوشه آسایشگاه بنیاد چنین چایخانه عجایب را میرزا به عهده میگرفت، کاری نوران علی نور میشد و شکوه آن جای باز هم نظررباتر میگردید. در نتیجه من بعد این موضوع در اتاق کاری کاتب یکم همان وقته کمیته حزبی شهر عمر علی قربانوف به طور رسمی بررسی شد. تشویش و ترددها در مورد لایحه کشی، برگزاری آزمون بین استادهای دوریدگر و نقاش و کندکار، سفر میرزای عالم و بناکاران و آرایش دهندگان چایخانه آینده به شهرهای لنین‌آباد و پنجکیان، سمرقند و فرغانه، خیوه و اورگنج و قوخند، جهت آموزش نزاکت صنعت چایخانه سازی و زحمت شبانه روزی ساختمانچیان و سردختور آسایشگاه در نهایت پس سر شدند و از زیبایی و نفاست آن نه تنها مردم شرق بلکه تمام دنیا انگشتی حیرت گزید. میرزا عالموف در بنیاد طرح انشاءات، کندکاری و آرایش ستونهای داخلی و پیش ایوان، عرقی و قبضی و وسه ها، حوزک و نعلین و درها، گچکاری دیوارهای چایخانه و نجاری در آنها با دستور و مصلحت‌های مفید به استادهای ماهر کمک می‌رسانید. زیرا او شب‌ها تا سحر ادبیات‌های زیادی صحوی و قاعده‌های سفرهایش را ورق‌گردان نموده، سبک‌های نازک و زیبا و موافق‌تری را جستجو می‌کرد. حتی برای استواری رنگ نقش و نگار سقف در تکیه به تجربه نیاگان از نقاشان طلب کرد تا از سفیدی تخم مرغ هم استفاده برند. میرزا عالموف جهد و تلاش داشت که چایخانه چی در طرح و چی در آرایش با طبیعت اطراف ذره مخالفت نداشته باشد. در اسعار ملی در قطار رمزهای معتبر جای گرفتن تصویر چایخانه سینا خود به مهنت‌های میرزا عالم و استادهای او بهای واقعی می‌دهد. هنگام وارد شدن به این موضع زیبا آسایشگاه همین روز در فکر فرو رفتم که شاید اگر سببی داشته باشد که به این شخص بزرگ خداوند نام میرزا عطا کرده است، چون که میرزا ترسونزاده، میرزا قربان صالح، میرزا عالم، این شخصیت هایی که نه فقط برای من، برای اهل تاجیکستان و تاجیکان شخصان نزدیکترین هستند، فخر ملت هستند، چون که در حیاتشان این شخص ها فقط برای ملت و برای رواج رونق ملت بخشیدند. میرزا عالموف نه فقط برای اهل طب بلکه برای اهل صنعت ملت تاجیک گوییم حق داریم سهمی باسزا گذاشتند، چون که اینجا خود یک موضع هست که این وحدت ملت است، چون که از تمام گوشه کنار جمهوری ما، از تمام کنار غیر بیرون از جمهوری به اینجا می آیند، دم میگیرند، در اینجا با یک صحبت میکنند و در اینجا وحدت بنیاد میشه. استاد گرچندگی طبیب بودن، برای من شخصا برای من طرز سراییدن با سبک لحن تاجیکی، با اسلوب تاجیکی، با شیوه تاجیکی نصیحت های بسیار کرده. خود ببینید این چایخانه سینا یک وقتها بسیار آوازه بزرگ پیدا کردگی بود. هر می آمدن مخصوص برای دیدن آن نقش و نگارهای استادهای اسفره، گلکارا، کندکاران اسفره. این خود یک چیز به فکر من این اساس بود که در تاجیکستان در اسفره باز آن نقاشان، کندکاران زیاد را این چایخانه تربیت کرد. آینده این یک مکتبی بود برای رواج و رونق صنعت کندکاری و نقاشی که به ما میراث گذاشته بودند. و با برابر این چایخانه که چی ملت را به ما تجسم میکند، گذشته را تجسم میکند، در داخل چایخانه یک گروه شش مقام سرایان نیز تشکیل کرده بودند که این هم یک مکتب بزرگ بود برای از نسل به نسل گذشتن، برای تربیت جوانان نسبت صنعت ملی، صنعت های کلاسیک شش مقام. این به نهایت یک سهمی باسزای میرزا عالموف بود. من بسیار فخر میکنم، باز فخر میکنم که چنین شخصای بزرگ تاجیکستان تربیت کرده است و ما آینده میخواهم که نه فقط در اسفره، در دیگر جاها میرزاها
زیاد باشه. یک خصلتی از همه بهترینی میرزا اولویچ همین خیلی بود که وقتی که آدمای عالمان مثال همین ارتیسا همون هنرمندا می آمدن البته و یا همراهشون مکتب گرفته می آمدن. همین مکتب ما با گرفته می آمدن همینجا با واخوری تشکیل میکردیم. یک وقت همراهی اسحاقی رکتور یونیورسیته طبی میرزا اولویچ آمدن همینجا با واخوری گذرانیم خط کننده ها کردیم. ثانی همان وقت اسحاقی گفتن که همین خواننده های مکتب شما اگر مکتب ما برای به امتحان قبول میشه. همین هم اساسش گذاشتگی میرزا اولویچ که خواننده های گیمنازیا کالج شهر اصفهان اگر ختم کند و همین امضای عزیز باشد همین میدونست برای ما قبول میکنیم. خیر همین خیلی هم شد چند تا بچه ما گسیل کردیم قبول شد. همین به خدمت میرزا اولویچ نهایت کلان است. اگر همون وقت همین میرزا اولویچ همینجا به همین اسحاقی نمیاد همین کارو نمیشه. چند نفر خواننده های ما بعد از اون که میرزا اولویچ همراه اسحاقی اینجا آمدن و خوردیم در یونیورسیته طبی حاضر یونیورسیته طبی تحصیل کردن تمام کردن حالا دکترش تا کار کردن. ما دوستیگریمون نهایت نزدیک بود. همین کدام وقتی که میدیدیم بسیار درباره علم صحبت میکردیم درباره فرهنگ اکن وای کس که همین فرهنگ دوست بودن ما هم همین فرهنگ دوست می‌داشتیم همین بسیار همین مسائل ما صحبت میکردیم. همه نیبره‌هاشون فرزنداشون نزدی من با آوارگی بودن همین مکتب ما تمام کردگی